سلام رفقا، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یک گیم پلی از بازی معروف که خیلی شبیه جی تی وی هست توی شهر کمی خرابکاری انجام بدم با شخصیت فرانکلین. بزن بریم. خب اولین کاری که میکنیم میریم ایسکاپولیس رو به بمب میکشونیم تا بترک. ای خب اینم از بمب که آماده است. پیش به سوی ایسکاپولیس. خیلی هم راه نیست، همینجاست. و آموزش اسکین انداختن هم روی این بازی رو آخر ویدیو بهتون نشون میدم. و رسیدیم، همینجاست. بزنیم تو. و اینجا شروع میکنیم. شروع انداختن. همینجا رو به سفر میکشیم که بتره، چون میخوام ازش انتقام بگیرم و خیلی من رو اذیت کرده این ایسکاپولیس. من هم باید ازش انتقام بگیرم. خب برو بریم اینور. وای نه، خوش سرم. خب ماشی میگن یک شوخی حسابی. خب دومی کاری که میکنیم از یه گرفتن مردم، اونم باید ماشین خیلی گنده است. این سوار مردمی توسید حالا این رو بخور. حالا پیاده شد از ماشین. حالا اگه سریع البته این رو نبودش این سراغ ترکیدن ماشین. ماشین رو خودم میتونم چالونده. خب این از این کار بعدی که انجام بدیم چی باشه؟ بیگند کشیدن پارک. همین پارک رو بیگند بکشم. البته درختاشو بگم. خب بریم اینجا. اینجا این اینجا روی کاری خب بچه ها، این بود از لیست خرابکاری هایی که امروز انجام دادیم. و اگه خواستی ویدیوهای بیشتری از این بازی
بذارن حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ آموزش نصب. خب بچه ها، من اینا رو از توی گوگل دانلودشون کردم که لینکشم براتون میذارم، برید دانلود کنید هر اسکین و ماشینی که میخواستید. خب کاری که میکنید چیه؟ یکی از این اسکینا رو میارید کپی میکنید اندروید بیتا و میارید اینجا فایل RGS همینجا پست میکنید. خب حالا مرحله بعدی چیه؟ از گیم میایم بیرون، بیایم توی بازی. حالا وارد تنظیمات میشیم، اسم مود رو همینجا میزنیم. مثل من که الان ترور مایکل فرانکلین رو میزنم. مثلا الان من فرانکلین رو میزنم و میریم شروع و فینال خب بچه‌ها، خیلی ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردین. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما ویدیوهای بعدی اونم نگاه کنید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.